ونشو لهرشکی بپاساو و نامردانه. دیشب در یک حمله توجیه ناپذیر و نامردانه یک بار دیگر شهر اربیل هدف قرار گرفته و در نتیجه این حملات آقای پیشرو دزئی و دخترش و تعدادی از افراد خانواده ایشان قربانی شده، همچنین تعدادی از هم میهنان ما زخمی شدند. این حملات و دشمنی ها علیه اقلیم کردستان هیچ دلیلی نداشته و توجیه ناپذیر است. ما در اقلیم کردستان هرچه در توان داشته ایم برای خدمت به مردممان انجام داده و تلاش کرده ایم به شیوهی صلح‌آمیز روابطمان را با کشورهای همسایه گسترش بدهیم. اما این حملات که هیچ دلیلی ندارند نباید بی پاسخ بمانند. ما می‌دانیم که وزارت امور خارجه حکومت فدرال عراق بیاننامه‌ای منتشر کرده‌اند که مایه قدردانی است و امیدواریم جامعه بین‌الملل هم تلاش کنند تا حملات به مردم بیگناه و بی‌دفاع کردستان متوقف شده و اجازه دهند در صلح و آزادی در سرزمین خودمان زندگی کنیم.